همیشه با منتظر مهتا بمونم. الان اگه تیکت نخریدیم کسی میفهمید؟ به خدا نمیفهمید. مهتا چته؟ بستگی به هر سالی یه طبقه رو بهش اختصاص دادن. حالا از اینجا شروع میکنیم. اولین ماشین پورشه فردیناند اومده این ماشین رو درست کرده. 130 کیلوگرم بیشتر نبوده و این آغاز پورشه بوده. $1900 پورشه الکتروموبیل، یعنی اون موقع با قدرت الکتریکی حرکت میکنیم. نقشش رو که خود پورشه کشیده بوده. اون موقع 24 سالش بوده. اینم الکترو قادی بوده یا همون لاستیکی بوده که با موتور خودش کار میکرده. داخل ماشین پشت سری میتونیم ببینیم که چجوری روی ماشین مونتاژ شده بوده. نگاه مثلا این دقیقاً همون الکتروموتوریه که هر لاستیکی یه الکتروموتور خودشو داشته. اینجا هم هست. این یه موتور هواپیما بوده که فردیناند پورشه اون موقع داخل شرکت دایملر یا همون مرسدس بنز کار میکرده این موتور رو ساخته. اینم اولین ماشین مسابقه‌ای پورشه بوده به اسم ساشا. 1922 ساخته شده. 4 سیلندر بوده. داخل ماشین کنید چقدر خوشگله. « 1939 این پروتوتیپ چیز بوده، پروتوتیپ پورشه بوده. 24 کاوه داشته، 33 PS. خیلی خوشگله. اینجوری پورشه شکل گرفته. طرح کیفایی بهش میگن، میشه کفشوزک توری. کتوری چاچا. داخل سالونی هستیم که همه ماشینا توی سال 1950 درست شدن. پورشه 356 مدل 1. این پورشه موتورش جلوی ماشین بوده. مثل ماشینه الان همه صندوق ماشین خالی بوده و موتور جلوی ماشین بوده. داخل این مدل پورشه 356 اشخیصوای اینجا موتور میاد عقب ماشین، یعنی تو این قسمت موتور نشسته و جلوی ماشین به عنوان صندوق عقب یا هم صندوق جلو استفاده می شده. موتورش هم موتور 4 سیلندر بوکسو موتور بوده.
اینم پورشه 356 گروه 3 هست که به عنوان کاپریولت اون موقع ماشین پلیس بوده. 95 PS داشته. تا 185 کیلومتر بر ساعت هم میتونسته رانندگی کنه. اولین پورشه کاریر GTS که داخلش کربن فازا استفاده شده. 6 سیلندر بوده، بوکسوموتو، 160 PS داشته و 250 کیلومتر بر ساعت هم میتونسته رانندگی کنه باش. پورشه کاریر 6 رو داریم، 6 سیلندر، 210 PS تا 280 کیلومتر بر ساعت میتونسته رانندگی کنه. این برای کانال ZDF زده بودن. داخلش هم ببینید اینجا کف زمین نشستیم. وارد قسمت 1970 داریم میشیم. اینجا رو ببینید، ماشینای مسابقه از تک تکشون ویدیو براتون تهیه میکنم. پورشه 917 کوپه میتونسته 387 km/h بره. 1970. ماشین بعدی رو داریم 1971 مدل KH، همون کاهای آلمانیش، 360 km/h، 12 سیلندر. اینجا رو ببین. منم پورشه 1997 هستم. معمولا میتونم 1 km/h در 8 دقیقه بدوم. بله، پورشه 1997 ایبر بود. پورشه 1971 اینجاست. همش 359 تا از من تندتر میره. آره دیگه. این در ساعت راستی. بذار ببینم اشتباه گفتم. کایم‌ها چرت و پرت گفتم. بذار این حساب کنم. 60. ولی خب خستم میشم. چجوری دانشگاه میری؟ بذار ببینم. خب من خستم میشم، ماشین که خسته نمیشه. نمره متد چقدر بوده؟ تو کامنت ها بنویسین اگر من توی 1 کیلومتر رو توی 8 دقیقه میرم و توی 1 ساعت چند کیلومتر میتونم بدوم. بعد حالا سوال اینه که اگر خستگی من باید جزش حساب کنیم یا نه، چون ماشین که خسته نمیشه. من خسته میشم. ماشین هم خسته میشه. ماشین خسته موتور شادن میشه. تو 1 ساعت نمیشه. ماشین رو ببینین کف زمین، یعنی واقعا کف زمینه. نگاه کنین، شاید یه وجب هم نیست. بعد 2 متر و نیمه قشنگ این چیزش، از این ور اون ورش ارزش. با فارسیش هم یادم به دیگه. 1972 ماشین بی توربوه. 1000 PS اینجا بوده. 1000 PS. موتور 12 سیلندر به اضافه 2 تا توربو. این ماشین فقط میره. دیگه کار نمیکنه. دیگه فقط به داخل مسابقاتش استفاده میکردم.
یک عدد پورشه 959، یک عدد پورشه 917 و میخوایم ببینیم که کدوم پورشه زودتر میره. این پورشه اصلا نمیره. اجازه بدید. پورشه 959 رو چیز نمی کنم، پیشنهاد نمی کنم. خب این پورشه، این پرواز میکنه. اینو بخرین. ویوره پورشه 911 توربو کوپه متر داریم. اینجا هم مته ماشین چپکی کرده گذاشته اینجا. داریم وردی قسمت دیگه میشیم. 1980 گوک پورشه 944 کاپریو. اینجا پورشه 959 سری اس رو داریم، 6 سیلندر، 515 PS، 339 کیلومتر بر ساعت میتونه رانندگی کنه باشه. ببینش این منم. سلام. نمیبینی داخل به این حالا ایبر ببینی بچه داریم داره اونجا که بچه ها میشینن داره بازی میکنه. چه بازی میکنه شما؟ خیلی جالبه. الان متوجه شدم شیشه ماشین از شن درست میشه، توش حتی آهک و اینا هم استفاده شده. اولی زدم پلاستیک، بعدا فهمیدم که شن بوده داخلشون. چون که اینجا هم نوشته که چیزایی که باش کار میکنن اونا دیگه جنسش عوض میشه دیگه. حالا به نظر شما کفی ماشین کدوم یکی از اینا درسته؟ کفی ماشین بذار صاحب کن. نمیدونم، پلیستر من میگم. میزنی پلیستر؟ اشتباه ریدم. اینه؟ من درست گفتم. فیشنته تور ماهیگیری قدیمی رو تمیز میکنن، خوش میکنن، بعد کوچولو کوچولو میکنن خب و بعد باعث میشه که کفی ماشین درست بشه. بسیار عالی. حالا میخوام ازتون سوال کنم که به نظرتون داشبورد ماشین از چی درست میشه؟ این دیگه بعد پلاستیک اگه میتونه کربن هم باشه. کربن میتونه، کربونه، 100% کربونه. آورین. آخه اینا همش داخل پورشه است، داخل ماشین دیگه نیست، فقط داخل پورشه شکلیه. دیگه فقط چیز میمونه. اونم پلاستیکه دیگه. صندلی ماشین. سوپر gemacht. سوپر. کاروسری پورشه، موتورش 1980 ویوره. همین موتور رو داخل ماشین فرمول 1 هم استفاده میشه. ماشین فرمول 1 پورشه، الان این پورشه داخل فرمول 1 نیست، ولی 1983 این ماشین داخل فرمول 1 بوده که 850 PS داشته، 350 km هم میتونسته بره، 6 سیلندر بی توربو، همون موتوری که قبل نشونتون دادم. سالن 1990. اینجا دیگه پورشه هایی که ما به دنیا آمدیمه.
پورشه 912 تو اسش. هک ماشین رو ببینی از این زاویه خیلی بالا. این ورا پلیس. اینم 911 کریرا بوده، برای ماشین پلیس به عنوان ماشین پلیس استفاده می شده. اینجا هم پورشه 911 کاریرا ار اس رنسپورت. اینجا تر این فرق کرده، ببینید تر اسپویلر. پورشه بعدی پورشه 928 جی تی اس، همین جی تی اس خودمون 8 سیلندر بوده، 350 پی اس. یکم وزن زیاد بود، بخاطر همین 275 کم بیشتر نمیرفته. ماشین زشتی بوده به نظر من. شما چی میگین؟ نظرتون رو کامنت بکنین. اینجا رو ببینیم، زرد قناری، پورشه 968 CS کوپه. کپسول آتش نشانی هم گذاشتن داخلش. این به نظر شما برای چی یه ماشین مرسدس بنز داخل موزه پورشه است؟ تو کامنت ها بنویسینش. اول پورشه 1995 یه سفارش داده به مرسدس بنز که یه سری ماشین لیمیتد براشون درست بکنن و این جزء همون ماشین لیمیتد هست که یه چند تا چیز مختلفه. مثلا 23 میلیمتر این ماشین پایین تر است، ماشین نرمال 500 اون موقع است. پورشه بوکستا 1993 6 سیلندر. داخلش خیلی زشته استاد، داخلش خیلی زشته. پشتش هم خیلی زشته، خدا وکیل. نگاه کن چیه این؟ هم یه مدل از پورشه 911 کاریرا که اواسا نصفش کردن. همه جای ماشین رو میتونیم ببینیم. تمام کوکالایی که پورشه تونسته ببره. بالای 30,000 بار تونسته مقام اول بگیره.
Ich denke mal schon, weil es ist gerade teilweise ja, vor allem je nachdem wann die Tour ist, aber meines Wissens nach sollten sie schon mal. Von welchem? این ماشین مهداست. آره ببر ببر دیگه. نمیخوای ببر. پورشه کاریر جی تی ماشین واسه سال 2006 یکی از بهترین پورشه های ساله. یعنی واقعا هنوز که هنوز این پورشه یکی از قشنگترین یکی از بهترین موتورها رو داره. داخلش رو ببینیم الگانت. اینجا رو ببینیم. مهدم عاشقش شده. میخوام برم این پورشه رو الان کشف کنم. کشف میخوای بخری؟ اینجا فوق‌العاده. موتور توپ M80 سال 2003 10 سیلندر. به قول انگلیسی خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. این ماشین شکار یاکتواگن کایان اس هست. پورشه پانامرا 4S میخواد یک 4 تا سرنشین اینجا میتونن داخل این ماشین بشینن. و رنگش قشنگ نیست. پورشه باید قشنگ بزنیم داخل چشمه این ماشین. پورشه 911 GT2 عقب سکسی فوق‌العاده قشنگ. خیلی قشنگ. به بخش دیگری کلاس خصوصی های من خوش اومدیم. هرچی که قسمت های ماشین سبک‌تر باشه تندتر میره. این سنگین، این از آلومینیوم سبکه. این سنگینه ولی من نمیدونم این اصلا چیه. پلویلش هست. پلویل چیه؟ کجای ماشین؟ این میاد کلبه میدونی چیه؟ پیستون ماشین رو میگیره بعد به کوربه وله وصلش میکنه. فارسی کوربه وله رو نمیدونم. سبکه. بعد این مال ترمزه. آره این سنگینه. پرنتشای بس از آهنه. بعد این از کربونه. خیلی سبکه. میتونی حس بکن. چیشی؟ سالن 2010 به بعد پورشه 911 GT3. اینجا هم کایرو اس رو داریم 911ش با اسکی. پورشه 911 رو داریم. و اصل کار پورشه 918 اسپایدر. این ماشین رو ببینه چقدر قشنگه این ماشین. پشت ماشین ببین عظیمتیه برای خودش.
ماشین مسابقه بوده که داخل لمان شرکت کرده، داخل مسابقه لمان. رخشو ببینیم. بزن تون تون. صد شده؟ Ich spiele 2, drücke wenn du. دوازده تا. نفر 69 اصلا 96 نفری که باز کردم، ولی من متوجه میشم من خودم 2 بار بازی کردم 96 بود، همه 96 بود. پورشه کلاسیک GT3 RS. خیلی وقت نیست در اومده این ماشین. ببینین رخ ماشینو چقدر یه ماشین قشنگه. اینم پانامرا توربو اس. ساختار ماشین کایانو داریم. اینم ماشین مشتی مندلی، پورشه آتش نشان. اینم آره دارن خیلیش با سیمولاسیون دارن بازی میکنن. صفش طولانیه، نمیدونم وایسیم یا نه. چه حسی داری؟ ما تو صف وایسادیم برای بازی کنیم یکم. ما رفتیم خیلی سیمولاسیون انجام دادیم و باید بگم که من بردم. بدبخت من. اینجا رو ببینین موتور پورشه 911 توربو اس و ماشین فرمول ای. دکمه با این دکمه دنده عوض میکنن. پاره کرده. غم 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 غم. به یک دوره از کلاس های دیگه. اینا ماشین های پورشه هستن. این ها ماشین های پورشه هستن. اینا ماشین پورشه. این چی؟ اینها ماشین های پورشه هستن. و این اسباب بازی پورشه است. پورشه 911 توربو نومر 1. بسیار خوشگل. و
آخریش هم ببینیم چی کار به سر ماشین آوردن اینجا رو ده NFT این NFT شده NFT نمیدونی چیه؟ نمیتونم به توضیح بدم اینم پورشه گرند توریزمو چقدر باحاله پورشه گرند توریزمو دور تو دورشی دوری بزنیم این چه خولیه بچه ها بین داخلش رو ببینید میبینی؟ خیلی خفنه اینجا شبیه کونیکس اگه آگیرائره ولی فکر کنم اصلا کلا آدم باید از این میره کنار بعد میری سوار میشی در نداره فکر کنم کجا میکنم؟ سقفش میره کنار میره رو به عقب بعد میتونی سوار شی میپسندی ماشینو؟ آره؟ آره؟ یه رخ هم از رو ببینیم و اکزیت اینم از موزه پورشه اون چطور بود؟ بد نبود ولی نبودم اشکالی نداشت. موزه بنز خیلی بزرگتر و بهتره ولی کسایی که ماشین مسابقه‌ای خیلی دوست دارن عاشق پورشه هستن اینجا بهتره ولی هر کسی میخواد یعنی تاریخچه ماشینا رو بدونه باید بره موزه مرسدس حالا برین ویدیو قبلی رو نگاه کنین اینجا رو هم نگاه کنین ببینین کدومش رو دوست داشتین آره دیگه به ما بگین کدومش واسهتون بهتر بود کدومش بیشتر دوست داشتین تا دیدار بعد بدرود